باورت میشه این همه اسنک فقط با 3 قلم مواد، اونم راحت و فوری توی خونه درست شده؟ اگه میخوای آموزششو داشته باشی تا آخر این ویدیو با من همراه باش. لایک و سابسکرایب یادت نره. موادی که ما میخوایم برای اسنکمون استفاده کنیم: کالباس رنده شده به دلخواه. از هر مدل کالباسی که بخوایم میتونین استفاده کنین. فلفل دلمه‌ای خورد شده، قارچ و ذرت پخته شده و یه مقدار پنیر پیتزا که موادمون خوب به هم بچسبن. بقیهشون رو روی اسنک ها میریزیم. ادویه ها شامل نمک، فلفل و پودر آبیشه. و موادمون رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. خب اسنک های ما هم که آماده شدن. امیدوارم که درست کنین و لذتشو ببرین. میتونین این اسنک ها رو به عنوان یه عصرونه ساده و یه شام فوری درست کنین. اگه سوالی یا ابهامی داشتین توی کامنت از من بپرسین تا من پاسخگوی شما باشم.